این حال ما شما میم باز یک نسل دیگر رو جور میکنیم. این نسل سوم میشه. اینجا نوشته میکنیم نسل سوم. نسل سوم نسل دهه 80 میشه. نسل دهه 80 کم است که از سال 1380 شروع میشه تا در سال 1390. این نسل رویا پردازه. ما این نامش نسل رویا پرداز میگیم. زمانی که طالبان سقوط کردن یا را پس میکنیم از اینجا، طالبان که سقوط کرده یک دفعه یک دوره جدید آمد. نظم آمد، قانونیت آمد، جمهوریت آمد، دموکراسی آمد، آزادی بیان آمد، آموزش آمد. یک کمک ذره خردتر میکنیم که جای ما شما رو کمتر بگیرن. اینال میرسیم به نسل سوم. نسل سوم رو میریم بالا در اینجا. نسل سوم نسل دهه 80 که سال 1380 تا 1390 میاد. این نسل رو میگیم نسل رویا پردازه. رویا پرداز یعنی چی؟ یعنی حکومت تغییر کرد، طالبان سقوط کردن، جمهوریت آمد، آزادی آمد، رشد آمد، قانونیت آمد، دموکراسی آمد. یک بار مردم در سراسر کشور به حرکت شروع کردن. مردم فکر کردن دیگه جنگ خلاص شد. یک خوشحالی آمد به خاطر اینکه کل دنیا وارد افغانستان شد. کرزی سخنرانی میکرد. در سخنرانی خود میگفت که ما افغانستان را پیش روی خود دارم که در پیش روی خانه هر کس یک دانه موتر ایستاد باشد. این رویا بود. یعنی نسل رویا پردازه. کرزی در نطق رئیس جمهوری خود خمیر گفته من مثلا رویایی دارم که یک روز یک بچه از یک کولنگ به خود را کاندید کنه بر ریاست جمهوری و کل مردم افغانستان بر زور رای بده. یک کولنگی رئیس جمهور شنه. این رویای آقای کرزی بود. رویا یک خاص بسیار قشنگ و شیرین است. و این نسل کلگیش میتونی بدن. کلگی که در مکتب مرا فکر میکرد که دیگر سایه جنگ از سر ما پس شده، دیگه صدای تفنگ را نمیشنویم، دیگه کس آواره نمیشه، دیگه ما باید شروع کنیم به کار. بچه ها در مکتب رفتن، دخترها در مکتب رفتن، مردم آمدن فعالیت های مدنی شروع کردن، تاجرات تجارت خود شروع کردن، کسایی که دهقانی میکردن زراعت خود شروع کردن. تمام مردم به یک جنب و جوش بسیار عجیب افتادن. تمام جایی که میدیدی شادی و خوشی و موسیقی و نقاشی، مردم ورزش میکنن. یارو باز بلدشون نشان میتونم نمونه هایش را. یعنی نسل رویا پرداز بود. این نسل برای چی تلاش میکردک؟ برای آینده، مثلا برای تحصیلات بخش از نام مهم شده بودک، آموزش بخش از نام مهم شده بودک، مثلا آزادی برای از نام مهم شده بودک، مثلا رقابت در سطح جهانی بخش از نام مهم شده بودک. یا ما رفتن در تمام چیزها، ما بریم در دانشگاه های معتبر دنیا درس بخوانیم، مثلا ما بریم ورزش کنیم، کسای دیگر رقابت کنیم. کل از اینا در این دوران جمهوریت اتفاق افتاده. نسل دهه 80 در سالهای 80 یک چیزهای اتفاق افتاده. کسایی که اینمی رویاها رو داشتن یکا پس دوباره رویاهای از اینا به یأس مبدل شد. مثل که مثلا اون نسل دیگر که حق طلب بودن، جنگ کردن، به خاطر حق خود به حق نرسیدن، آخرش کلگیش آواره شدن. شما در این نسل هم که دیدین مثلا رفتن در دانشگاه، از دانشگاه بیرون شدن، آمدن در سطح کشور، یک دفعه متوجه میشن که در اداره فساد هستک، فساد اداری. کس به خاطر استعداد خود در اینجا در حکومت نمیرسه یا یک شغل نمیگیره. هر کس که واسطه داشته رئیس میشه. یا مثلا دیدن که تبعیض، تعصب قوم‌های خاص مثلا اصلا راه پیدا نمیکنن. یا مثلا دیدن که در فعالیت‌های مدنی خود ما مورد مثلا قدی انجوهای روبرو میشیم که هر کدوم شقه مافیا هزار دلار میگیرن غارتنن بدون از یک بخش مردم کار کنن. فقط دزدیه. نام انجو مثلا تبدیل شده به یک دزد. به نام مردم پیسه میگیرن که ما موریم سرک جور میکنیم، شفاخانه جور نیم، مثلا کلینیک جور نیم، مکتب جور نیم، ولی مورن کلش غارت میکنن. اینمی مردم رو بسیار مایوس کرده. در دموکراسی مردم آمدن رای دادن مثلا که رئیس جمهور خوب انتخاب کنن، ولی دیدن که رئیس جمهور شه یک آدم فاسد، یک آدم بد شد. در نتیجه
نسل دهه 80 با تمام رویای خود که آمدن در سالهای 1388 89 می وقتا که انتخابات دوم ریاست جمهوریه کم کم به یأس رو آوردن. بعد ما شما میرسین به نسل چهارم.